طارمی چند بازی هستش که تو ترکیب اولیه اینتر قرار میگیره. مصدومیت جزئی تورام برای مهدی فرصت خوبی بود تا تو این چند بازی اخیر خودش رو بهتر و بیشتر نشون بده. از گلزنی و گلسازی مهدی تو بازی فینال سوپرکاپ که بگذریم، عملکرد چندان مثبتی رو ازش تو سری آ نمیبینیم. مثلا همین بازی دیشب جلوی امپولی، مهدی 69 دقیقه واسه اینتر بازی کرد و موفق نشد پاس گلی بده و گلی بزنه. البته که نباید از آمار بازی نچندان بدش هم بگذریم. مهدی تو این بازی 2 موقعیت ایجاد کرده که از این نظر دوم بوده بین تمام بازیکن‌های زمین. در نهایت هم نمره نسبتاً معمولی 7 رو گرفت. چیزی که مشخصه و به چشم میاد 2 مسئله است. اول اینکه طارمی به وضوح اعتماد به نفس لازم رو نداره. دوم هم این که به نظر میاد اصلا خود اینزاگی خیلی دنبال گلزنی مهدی نیست. اما من فکر میکنم آمار 0 گل در سری آ طی یک نیم فصل خیلی آمار جالبی برای شاهزاده پارسی هم نباشه. نظر شما چیه؟ عملکرد مهدی رو چطور میبینید؟